سلام دوستای عزیز، خدا کنه خوب باشین. دیگه امروز یک آی خانم یا گل خانم بخیر آماده کردیم دوستای عزیز. طرز طریقیش برتان اینجا بگویم که اول گوشت گرفتیم، در دیگه انداختیم که کمک روغن اضافه کردیم دوستای عزیز که کمک خدا سرخ کنه و نرم شوه. اینجا سیره از ترشک میکشون دوستای عزیز. دیگه مواد ما اینجا آماده است. کاوز، زردک است، یکم پیاز است دوستای عزیز. اینا کلش اضافه میکنیم، کتش مخلوط میکنیم دیگه که مزهش دو چند میکنه و نرم میشه، بسیار مزهدار میشه. نگفتن امانه دوستای عزیز که همیشه که من دوستای عزیز میگم به خاطر که امی صدایم دم گوشایتان بانه که اگه خوام باشید بگویم اله باش که می لایک و سابسکرایب کنیم که پیشتر دیگه میدامه بتا تشویق شد. دیگه اینجا که ببینید دوستای عزیز اینا کلش مخلوط کردیم که بخیر سرخ شوه، یک کمک آماده شوه. کت گوشت دیگه یکم مساله جات است، مرچ سرخ، مرچ سیاه، نمک اضافه کردیم دوستای عزیز. دیگه ما شما را قدر میتونم باید از خوش شویم که دوستای عزیز میگم. دیگه اینال یکم خمیر آماده است، روغن میزنیم که نرم شوه. باز روغن خوبتر نرمتر میکنه. در رویش که اضافه کنیم عالمی مواد که آماده است در رویش میمونیم و دیگه آستا ایره خوبش تیت میکنیم دوستای عزیز که دمی خمیر ما بسته کنیم، خوبش بسته شونی. نه وقت زیاد مندازیم نه وقت کم، برابر دوستای عزیز که از پیشتان اگه زیاد شوه باز درست بسته نمیشه. اینا یک 3-4 دانه خمیر ماندیم، در رویش اضافه کردیم گوشت. اینا دوستای عزیز بسته میکنیم و ببینین که چقدر یک مقبول گل جور میشه دوستای عزیز. بسیار بی اندازه که می خوشتان میگین دیگه طرف عزیز سعی کنم. بسیار یک مقبولک گل جور میشه دوستای عزیز. اینو ببینین چقدر مقبول شد. چند دانه را من اینجا اینا پر کردیم، بسیار گلک های مقبول. و در ضمن نگفته نمانه که همه که خودش مقبول است، آی خانم خودش گل مقبول جور شده و نمقه مزیش دو چند است دوستای عزیز. یکم که رمضان است دلتان او شوه که ایت آماده میشه دوستای عزیز. در دهان مندازین آب میشه، اینقدر نرم و اینقدر ملایم و مزهدار. دیگه ایرم در دیگ ماندیم دوستای عزیز. یک 20 دقیقه دم گرفت در دیگ من تو اینا لیره کشیدیم دوستای عزیز. چیندیم در غوریم چکم زدیم. اینال خود گلکای های خانم دیگه سعی کنید چقدر مقبول جور شده. در سرش لعاب اضافه میکنیم که لعاب مزیش دو چند میکنم دیگه. اینال لعاب که اضافه کردیم دوستای عزیز. اینال دوستای عزیز آماده نوش جان است، بسیار مزهدار.